آخوند کورانی نوع جدیدی از توحید را معرفی می نماید. لو لم يبلغ النبي ولاية علي لما بلغ رسالة الله. الله هكذا يقول. ويجيبوا لهم واحد شيخ، يا الله الله الله، جيد صح يا الله، هذا يقول هذا توحيد، يا علي هذا شرك. لا، يا الله بلا يا علي شرك، يا الله بلا يا علي شرك. بینندگان عزیز، این آخوند رافضی میگوید گفتن یا الله بدون یا علی شرک است. گفتن یا الله یعنی کمک و مدد خواستن از ذات بی‌نیاز او تعالی و این اصل توحید است. اما این آخوند رافضی گفتن یا الله بدون یا علی را شرک می‌داند که این خود شرک اکبر است، زیرا الله متعال در سوره حمد به ما امر کرده است که بگوییم ایاک نعبد و ایاک نستعین. پروردگارا، تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم. الله متعال درباره این آخوند و همفکرانش می فرماید قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. بگو آیا نگریسته اید به آنچه که به جای الله به دعا می‌خوانید؟ به من نشان دهید چه چیزی از زمین را آفریدند یا اینکه در آفرینش آسمان‌ها مشارکتی داشته‌اند؟ اگر راست گویید کتابی پیش از این یا بازمانده‌ای از دانش گذشتگان را برای من بیاورید. و کیست گمراه تر از کسی که به جای الله کسی را به دعا بخواند که تا روز قیامت دعای او را اجابت نکند و آنان از دعایشان بیخبرند. و هنگامی که مردم گرد آورده شوند آنها دشمن اینان خواهند بود و عبادتشان را منکر می شوند و نمی پذیرند.